پیشانی پیرمرد تر شد. تو چه قسم افغان هستی که سر پاچای خود باور نداری؟ کسی که ما را عزت بخشید، از کفر ما را خلاص کرد، وطن آزاد کرد. درباره از او چطور تو چتیات میگی؟ برای به عجله از دکان برآمدم. صدای غضب‌آلود پیرمرد هنوز هم به گوشم میرسد. جاسوس فرنگی! راه سفارت را پیش گرفتم. شمار زیادی از مردم به سوی مسجد پل خشتی روان بودند. صدای ملا می آمد که در خطبه نماز جمعه امان الله خان را سایه رحمت خدا می خواند. 3 روز در سفارت ماندم. من باید به کلکته گزارش ماهانه را می فرستادم. مشکل بود، زیرا اطلاعات جمع آوری شده توسط جاسوسان را باید به شفر می نوشتم. خفتن گزارش ها را دوباره مرور می کردم که دروازه شعبه به دیوار خورد. سفیر بود. وارخطا معلوم می شد. گفت که ما را به ارگ احضار کردند. به وارخطایی سفیر حیران شدم. رفتن سفیر به ارگ کدام خبر تازه نبود. سفیران ماهی 1 بار با پادشاه دیدار می کردند و در مورد تحکیم روابط متقابل، تجارت، فرهنگ، اقتصاد و غیره صحبت می نمودند. حرف دیگر سفیر مرا نگران ساخت. این ملاقات نگران کننده به نظر می رسید. پادشاه همین امشب و همین ساعت ما را به ارگ ایثار کرده بود. خود را آماده ساختم. نیم ساعت بعد من، سفیر و یک هندو که کارمند سفارت بود در ارگ بودیم. ما را به یک اتاق خرد بردند. یک مرد جوان برای ما چای و میوه خشک آورد. خودش رفت. سفیر گفت اگه گپ خراب می بود ما را قیزت نمی کردن. به طرف سفیر نگاه کردم. چشمان سبزش برق می زد. گفتم اقا خوشحال نشو. افغانا در خانه خود دشمن خود هم به دیده قدر می بینن و عزت و احترام می کنن. سفیر دفتن ایستاد شد. کسی داخل اتاق شده بود. من به سویش نگاه کردم. پادشاه بود. پادشاه به همه دست داد و مقابل ما نشست. امان الله خان را بعد از چندین سال می دیدم. وزنش یک مقدار زیاد شده بود. هنوز هم همان گونه سفید و مقبول معلوم می شد. ولی چشمان کشیده و کلانش غمگین معلوم می شدند. امان الله خان گفت ناوقت است. راسن سر اصل گپ میریم. آلن مایک میشناسین؟ مرا سلفه گرفت. چای از دهانم پرید. پیاله ام را بالای میز گذاشتم. معذرت خواستم. زود دستمال سفید را از جیبم کشیدم و قسمت‌های تر شده کرتیم را با آن پاک کردم. به سفیر نگاه کردم. پیاله در دستش می لرزید. سفیر با ورختایی گفت نه، ابراهیم و عبدالله چطور؟ سفیر به طرف قالین نگاه می کرد. پادشاه از جیب خود یک پاکت را کشید. پاکت باز شده را مقابل سفیر در روی میز گذاشت و گفت از امضای خود پشیمان نیستی؟ چشمان سفیر از حدقه برآمده بودند. پادشاه گفت این 3 نفره امرای اسناد دستگیر کردیم. کارمندان سفارت شما هستند. دقیقاً مردم به بغاوت علیه نظام تحریک میکردن، تبلیغ منفی میکردن و به خان که عطاولا نام داره 22 تفنگ هم دادن. پادشاه ایستاد شد، به سوی سفیر نگاه کرد و آهسته برایش گفت 72 ساعت. صرف 72 ساعت وقت داری که افغانستان ترک کنی. دوباره به سفارت برگشتیم. سفیر خشمگین بود، اما چاره نداشت. چاشت 3 برایم تلگراف کرد. نوشته بود که به پشاور به خیر رسیدم. 1 هفته بعد نامه چانسلر رسید. برای امان الله خان نوشته بود که آلن مایک انگلیس است.
وی باید به اساس قانون بریتانیا محکمه شود. روز دوم نامه از ارگ به سفارت رسید. ناگزیر بودم که مفهوم نامه را به چانسلر تلگراف کنم. امان الله خان نام چانسلر را به احترام یاد کرده بود و بعداً نوشته بود که افغانستان یک مملکت مستقل است، از خود قانون دارد و آقای آلن مایک به اساس قوانین این مملکت محکمه خواهد شد. من شما را از عدالت و انصاف در این دوسیه اطمینان می دهم. یک هفته بعد محکمه دایر شد و آلن مایک، ابراهیم و عبدالله خان را به اعدام محکوم کرد. فردای آن روز موتر سیاهی در صحن سفارت توقف کرد و 4 نظامی افغان یک تابوت را پایین کردند. رفتم. یکی از کارمندان سفارت تخته روی تابوت را بلند کرد. آلن مایک مطابق رسوم و مذهب عیسویان با یک دست ریشی سیاه بر تن دیده می شد. نکتایی هم برایش بسته بودند. گل سرخ از جیب بالای دریشیش سر کشیده بود. من چندین بار برای او گفته بودم که بالای مردم آهسته آهسته کار کن. این تیز رویت خطرناک است. نمی پذیرفت. گرمی بود. تابوت را همان روز به پشاور انتقال دادیم. 1 ماه بعد سفیر دیگری آمد. پیرمرد خشک و استخوانی بود. چشمانش مثل چشمهای موش خرد بودند. در روز نخست تمام اسناد و کاغذهای دفتر را خواست. از خدمتگار شنیدم که در 24 ساعت صرف 3 ساعت خوابیده بود. صبح آن روز جلسه ای را دایر کرد و در مورد تدابیر احتیاطی صحبت کرد. ما می دانستیم که سفارت تحت نظارت کارمندان مخفی پادشاه قرار دارد. سفیر امر کرد که برای مدتی هیچ جاسوس افغان به سفارت آمده نمی تواند. 1 ماه گذشت. از مقابل سفارت گدایی از هر 2 پا معیوب، سبزی فروش و تعویض نویس سکی که بر روی خاک می نشست همه گم شدند. کارمندان سفارت خوش بودند و می گفتند که شک پادشاه رفع شده است، بدین دلیل جاسوسان خود را فرا خوانده است و بعد از این سفارت تحت نظارت نخواهد بود. مگر چشمان تنگ سفیر درخشش نداشت و می گفت که در مورد امان الله خان زیاد مطالعه کردم. متوجه باشید پادشاه آدم ساده‌ای نیست. سفیر درست می گفت. هنوز 1 هفته نگذشته بود که از ارگ یک مکتوب رسمی آمد. در آن نوشته شده بود که کارمندان سفارت حق دارند که در شهر آزادانه گشت و گذار کنند، اما تلاش برای تخریب ذهنیت مردم در مورد تعلیم و تربیت دختران عملاً دخالت در امور داخلی ماست. سفیر خشمگین بود. همان ساعت جلسه ای را دایر کرد. یک صوفی که از کارمندان سفارت بود با لهجه شکسته خود گفت که 2 روز پیش به یک سماور رفته بودم که از یک دهاتی ساده بود. به هر حرف من سر می جنباند. من هم وقت را غنیمت دانستم و موضوع مکتب دختران را برداشته و با کفر و فحشا ختمش کردم. سفیر با مشتش به میز کوبید و با عصبانیت گفت که هیچ کس بدون اجازه من از سفارت برآمده نمیتواند. مگر من تحت فرمان سفیر نبودم؟ چانسلر آمر مستقیم من بود. از کلکته برایم گفته میشد که چه کنم و چه نکنم. زمان می گذشت ولی تا چند باید احتیاط می کردیم. کلکته گزارش سالانه را می خواست. این راپور در انگلستان به ملکه هم می رسید. چاره نبود. ما باید جاسوسان خود را از ولایات می خواستیم. سفیر نمی پذیرفت و می گفت که آمدن جاسوسان به سفارت عملاً آنها را به دم توپ بستن است. فکر کردم و بالاخره راهی برایش یافتم. یک نمایشگاه بزرگ تصویری ما را از دایره شک بیرون می کرد. با وزارت خارجه افغانستان صحبت کردیم. پذیرفتند، گفتند که بلد شدن افغانها با پیشرفت ممالک دیگر
به نفع ماست. بعد از مدتی تصاویر نو و کهنه که از پیشرفت اروپا حرف می زدند از پشاور رسیدند. دیوارهای حویلی سفارت از تصاویر مختلف پوشیده شد. به ارگ و بعضی ادارات دولتی دعوتنامه فرستاده شده بود. در دکانها، نانوایی‌ها، حمام‌ها و غیره جاها کاغذهای کوچک را نصب کردیم که در این کاغذها در جملات کوتاه و ساده به زبان عوام نوشته شده بود و آنها را به نمایشگاه 3 روزه دعوت می‌کرد. در روزهای نخست ازدحام به خصوصی نبود. صرف مامورین بعضی از وزارتخانه‌ها آمده بودند، مگر ما در جلب اینها فایده خود را نمی‌دیدیم. با هر یکی می‌خندیدیم. سوالاتشان ما را خسته ساخت. کارمندان سفارت باید در مورد تصاویر معلومات می‌دادند. صرف با یک مامور وزارت زراعت 1 ساعت صحبت کردم. او مرا مقابل هر عکس ایستاد می‌کرد. در مورد تراکتورها، ترشرها، ماشین‌های دواپاشی درختان و بوته‌ها، کود زراعتی و غیره می‌پرسید. قیمتش چند است؟ چی کار میکنه؟ برای زراعت ما و دهقانان ما چه مفاد خواهد داشت؟ چگونه میتوانیم وارد کنیم؟ به بهانه تشناب خود را خلاص کردم، مگر یک جوان دیگر مرا ایستاد کرد. او به یک عکس اشاره کرد و گفت که آیا کدام ماشین چوچه کشی مرغ است که بدون برق کار کند؟ به یک کارمند دیگر سفارت نگاه کردم. دور هر کدامشان چند تن جمع بودند. کارمندان سفارت از روی هر تصویر در مورد صنعت جدید دنیا حرف می زدند. حیران ماندم. اینجا چند سال قبل این حرفا نبود. مامورین پادشاه سابق صرف در مورد اسب، باغ خوب، کپک جنگی، عروسی با زن دوم یا سوم حرف می زدند و جیبهای خود را پر می کردند. مگر اکنون پادشاه جوان مردم را به عشق، به پیشرفت و ترقی وطنشان معرفی کرده بود. روز دوم حویلی سفارت از مردم عوام پر بود. اینها صرف تصاویر را می دیدند. هیچ کدام ما نبرآمدیم. با اینها حرف زدن منفعتی نداشت. طبق پلان جاسوسان ما به روز 3 آمدند. در ازدحام مردم کسی بالایشان شک نمی کرد. قبلا بلد بودند یکی پی دیگر در زیر تعمیر سفارت وارد زیرزمینی شدند. 18 نفر به دور میز طویل نشستیم. 4 نفر ما متواقی افغانها بودند. سفیر به زبان دری و پشتو بلد نبود. ترجمان داشت، ولی 2 انگلیسی دیگر مفهوم را گرفتن می توانستند. سفیر کوتاه صحبت کرد. از مهمانان تشکر کرد که با پذیرفتن خطر به سفارت آمدند. سپس از حاضرین گزارش خواست. اولا یک ملای هراتی گلو صاف کرد و صحبتش را با بسم الله شروع کرد و گفت که برای افغانان سخنان ملا قابل قبول است. برایش نه نمی گویند، اما در مورد امان الله خان هیچ چیز را نمی پذیرند. می گویند که در مقابل چنین پادشاه غازی که انگریزان را از وطن رانده است چگونه برپا خیزیم؟ سپس خان سیاه چهره‌ای که از کندهار آمده بود صحبت کرد و گفت که با جمعی از خانان و ملکان نشستی داشته است و آنها برایش گفتند که پادشاه سابق برای خانان و ملکان معاش و یک سلسله امتیازات قائل بود، مگر امان الله خان همه امتیازات را قطع کرده است و به سوی خانان به حقارت می نگرد. یک کم زنده شوید. مگر فایده نکرد. صرف 2 خان را کمک بدبین ساخته است. برای دیگران محبت مقابل پادشاه مهمتر از منافع شخصی ایشان است. بعداً یک افغان نظامی قد بلند که از غزنی آمده بود ایستاد شد و گفت که در جریان 1 سال حتی نظر یک عسکر را هم عوض کرده نتوانسته است. اردو به پادشاه وفادار است. امان الله خان معاششان را زیاد کرده، شکمشان را سیر نگه می دارد. هیچ صاحب منصبی حق ندارد که بالای عساکر منزل خود را بیگاری کند. قاضی ایستاد و در مورد جلوگیری از رشوه‌ستانی ادارات صحبت کرد و گفت
که مجازات ازدیاد یافته است. در جریان ماهی که گذشت صرف در بدخشان 4 قاضی رشوه‌خور را دستگیر کردند. مردم خوشحال هستند. علیه پادشاه یک گپ خرد را هم نمیپذیرند. سپس یک بکتیاوال قصه را شروع کرد و گفت که پادشاه برای قناعت دادن مردم زبان عجیب دارد. مدت قبل با امان الله خان به جایی روان بودیم. موتر روبرو خراب شد. موترهای متباقی توقف کردند. دشت بود. آفتاب داغ میتابید. از خیمه های نزدیک ریشسفیدان آمدند. کوچیان بودند. با پادشاه بغل کشی کردند. امان الله خان همان جا روی خاک همراهشان نشست و برای کوچیان گفت که در مورد ادویه برای حیوانات با جرمن ها صحبت کردم. در آینده نزدیک به افغانستان خواهد رسید. تلفات گاوها، میشها و گوسفندان کم خواهد شد. مگر کوچیان در مورد صحبت‌های پادشاه علاقمندی نشان ندادند. پیرمرد با لحن تضرع‌آمیز گفت: صاحب، شنیدیم که برای کوچیا مال ما را روان میکنین. اگر دخترها را از سبق معاف کنی دین و دنیای درست میشه. پادشاه به یک دخترک خردسالی که 9-10 ساله معلوم میشد و موهای جرش به هر طرف پراگنده بودن اشاره کرد. دخترک وقتی که به سرگینهای افتاده بر روی زمین سر خود را خم میکرد، دامن دراز و چتل پیراهن کوچیانیش بلند میماند. ساقهایش تا زانو معلوم میشد، زیرا تنبان نداشت. پادشاه گفت: این دختر کی است؟ یک کوچی لاغرندام گفت: صاحب، دختر من است. چی میکنه؟ بشقل و سرگین جمع میکنه. یعنی برات فایده میرسونه؟ بله صاحب، اگر دخترای ما بشقل جمع نکنن دیگدانای ما را یخ حساب کنین. پادشاه گفت: من کار خارج شریعت نمی کنم. چادر به سر امی دختران می کنم. تنبان می پوشانمشان. وضو و نماز برشان یاد میتم. نظافت برشان یاد میتم. سرشان درس می خوانم. به زندگی بلدشان می کنم. حال هم بر فایده شیشتی. مگر می خوایم که فایده شابرومندانه برتان برسه. در مکتب چی بدیست؟ آل تمام روز پشقل و سرگین یک دیگدانه برات میاره. مگه ای دختر درس بخونه، دکتر یا معلم شوه، وطن آباد خواد ساخت. عوض سرگین برات تنخواه خواد آورد. قصه پکتیاوال هنوز پایان نیافته بود که یک کارمند سفارت آمد و باورخطایی گفت که مردم از حویلی به بیرون دویدند. من و سفیر بیرون برآمدیم. میدان حویلی خالی بود و تصاویر را شمال می شوراند. به دروازه عمومی برآمدیم. گروهی از مردم دور کسی جمع شده بودند. بالای چوکی محافظ سفارت ایستادم. پادشاه لنگیش را بلند بسته بود و با لباس قنداری دوزی سفید و واسکت سیاه بسیار مقبول معلوم می شد. برای سفیر جا دادم. گردنش را دراز کرد و گفت: این مردک دیوانه است. هدفش را از این حرفش فهمیدم و گفتم: نه، دیوانه نیست. سر مردم خود باور داره. لبهای سفیر شوریدند. با وجود امنیتی که در بریتانیاست، ملکه بدون گارد و محافظینش بیرون برآمدن نمیتونه. حرفایش را قطع کردم. خود اینجا همین مردم محافظ پادشاه خود هستند. سفیر با تعجب به سوی پادشاه نگاه کرد. گفتم: این دفعه اولش نیست. پادشاه یگان وقت در شهر هم میبرایه. به مسجدا میره، همراه مردم میبینه، در سماورای عادی چای میخوره. لحظه ای صبر کردیم. دوباره به زیرزمینی برگشتیم.